میخوایم امروز توی ماینکرافت دایموند پیدا کنیم و بریم توی غارها دنبال دایموند بگردیم تا شاید دایمنده رو پیدا کردیم این دفعه برای اولین بار. این ویدیو بذاریم از پیدا کردن دایموند. اگه بخواید مودم میریزم، با مود و این چیزها میریم دایموند پیدا میکنیم. ولی چون روی موبایله اگه بگید همه دنیا از یه چیزی باشه نمیشه، چون من ماینکرافت رو موبایل بازی میکنم و انگار این قابلیت تو ماینکرافت موبایل نیست. خب اول از همه بریم چوب بکنیم. چوب کندر خیلی طول میکشه اگه بخواین زیاد بکنیم. خب الان باید چوب و کرافتینگ تیبل رو درست کنیم. خب استک، یه دانه تبر نبود، یه دانه کلنگ هم درست کنیم و بریم سراغ چیز دیگه. خب چیزی نمیتونیم درست کنیم دیگه. بمیر. ای وای از این زامبیا بد شد. نفسم داره تموم شد. اصلا چرا اومدم تو؟ فکر کردم قاره. این همه کلنگم ضعیف شد فقط به خاطر همین. خوبه این بایوم ها همه گوسفنداشون بعضیشون یه رنگن، میتونیم خیلی راحت تخت درست کنیم. میگن که گل اینطوری، این گل روزا چیه، موقعی به سمت حرف بری که باشن ویلیج همون طرفه، ولی ما الان دنبال ویلیج نمیگردیم. فعلا دنبال ویلیج نمیگردیم و الان دنبال زغالی برای اینکه بتونیم شم درست کنیم و بریم توی غارها. اوف سنگ زیاده اینجا. یک غارم اینجا هست. این مامانان تاجران هستن. خب با تبرمون سنگا رو میکنیم. بازی باگ خورد، سنگا اینجوری شده. اوف باگ خورد، دوباره درست شد. برای فرنیس درست کردنم باید بکنم. خب بزن تبر و کلنگ و شمشیر. چوبام کم شد.
خب اول یکم چوب میزنیم. برای درست کردن تخت باید چوب درست کنیم. که رفتیم تیبلمون رو میاریم، 3 تا رو میذاریم و اینم وای اشتباه شد. خیلی راحت اینجا میتونیم درست کنیم که چی کاری. خب دنبال غار بودیم اینجا غار دستش بردیم. حالا بریم دنبال غار بگردیم. یه غار بزرگ و گندله که بریم آیرون به دست بیاریم برای پیککس آیرونی. کار میگردیم بعد درست میکنیم. جایی که همش چیزه قاریه، خبری از قار نیست. ای وای هیچی بکنم. ببینید اونجا رو یه قار اونجاست. میتونم کم میشه، نمیتونم بودم. باید چرمشو بده تا بتونم یه آیرون باید خاطر آیرون زیاد اینجا هست. باید خیلی با احتیاط بپرم روی این. خیلی باهوش‌ترم بپرم رو این. با همین روش برم پایین. این خیلی ساده بود. اینم دیگه ساده است دیگه. اینم از این بریم برای کندن آیونا. امیدوارم که زیر این آیرون باشه. یه زغال هست که با اینجا رو بذاریم بیبار سه شد. اینا رو کندم که رفتیم تیبل میذاریم. شم باید درست کنیم. خب من خودم رو رسوندم از اون ور این ور. یه لحظه که ریتیف کردم چون داشتم ویدیو رو شروع میکردم. خب دوباره سوروایزر بارو میذاریم اینجا. رفتم یه قار اونجا بود، سنگا رو هرکس گذاشتم اونجا. قار اونجا بود. بعد رفتم توش انقدر کلیپر و زامبی رو کمین کرده بودم اومدم بیرون. یه عالم آیرن پیدا، هرچی آیرن اینجا بود جمع کردم. اینجا هم زغال و آیرن بود
سنگم بود کندم برای اینکه جا باز بشه. یه شب اینجا خوابیدم با این تختی که درست کردم. بعد الان منتظرم که آیرنا درست بشه. خب فعلا که نمیتونم چیزی درست کنم. اول یه دونه کلاه خود درست میکنیم یا کلاه خود. من وسایل آیرنی مورد نیازم رو درست کردم و الان آمادم که برم توی قارای دیگه غیر از اینجا، چون اینجا اصلا قاراش خوب نبود. تجربهش کردم واقعا خوب نبود و دیگه مجبورم از اینجا برم بیرون. هیچ بلاک الکی هم ندارم که بذارم، همش مجبورم شوام بذارم برم بالا. وای ای خدا، خب من باید یه سوراخ پیدا کنم برم توش برای اینکه زامبی ها خفتم نکن. خب خفتم نکرد. خوبه یه عالم خاک بکنم برای اینکه موقع بریج زدن بالا رفتن جایی نیاز دارم. خب تختم بذارم چون نمیخوابه. وای انگار زامبی بالا اینجا. من شاید فضای کوچیکی درست کردم، چون من یه بار که داشتم مایکرافت بازی میکردم، یه بار که خوابیدم بعدی اتاق مخفی داشتم که یه بلاک بود بعد جلوش اتاق مخفیه بود. یعنی بعد موقعی که خوابیدم یهو دیدم تو اتاق توی اتاق مخفیم بیدار شدم و شاید برای اینه که مثلا نیاز به فضا داره که نقطه اسپان تو نقطه بیدار شدن تو مشخص. چرا نمیخوابه؟ شاید بخاطر اون یه بلاک. بخواب دیگه، صبح نشده هنوز. باش سریع بلاک بذارم. خب صبح نشده ولی نمیدونم چرا نمیخوابه. خب من از اینجا اومدم بیرون و الان اومدم که ای وای اومدم برم اینجا. یا خیلی باعث از این ور بیام برم همین مستقیم میخوام پرم جور، چون پاکت آب و این چیزا رو ندارم خیلی راحت میمیرم. هیچ چیزا تست نکردم. یه بار از یه قاره خیلی بزرگی خریدم پایین و یه چیزی بود از نگه رو برده بودم، بعد با اون کراچ کردم. ولی الان که نرفتم نبریم نه آیزن فراوون آیرنی یا اول بس این کلا خودم اینجا بمیر. ولی
شمشیر آیرنیمو گم کردم. امیدوارم دفعهایی که با ویچ جنگیدم و مردم حتما روش گذاشتم. باز خوبه که شمشیرهای نوع دیگه دارم. انگار تبرامم کلنگ سنگیمم انگار گم کردم. خوب اونجاه چند تا از آیتمام اونجا هن. به خاطر اینکه اومدم بپرم و یهو مردم. کجا هن؟ محو شد. میگن که آیتما بعد 5 دقیقه محو میشه. اوی ایبر شاید اومد تو دستم. نه شاید محو شده. کاش از اون ور نمی اومدم این ور. الان خیلی ریسکیه که بخوام برم اینجا برای آیرونو. نکنه این شکسته باشه. اینم از آیرنا. اون زیادم هستم. خوبه خیلی خوبه. عالیه آیرن زیاد فراوون باشه. اینم آیرن اونجا هست. اینجا که شیستم هست. ای وای تو بامو پیدا کردم. آیرن 2 تا آیرن و چند تا وسیله هم اینجا هستن ازم. این لحظه حساسیه مردم. خب ما که چالشو باختیم. شما لایک و ساب کن. ناامیدانه باختیم. خدا حافظ. دایمندم پیدا نکرد.